مقصد یگان برای یاردم از او چیزی میپرسد، خودش طرز نشان میدهد که گویا که وی مالدار نیست. همین هم کفران نعمت است. انسان باید اثری بایی خودش ظاهر کند و باید فرق کننده باشد. و شوی زن بماند مخزن تو، به جان خود عجایب دشمنی تو. جان خود دشمنی. بسیاری ما و شما باور کن، ولی خلاصه برانه یک بار بازار روین، یک پاپشیه که معقولت است، امکانیت داری، انچه اگر 10 یا 15 سوم قیمتش گویا امکانیتت هست، همون را نمیخری که جانت راحت کند یا نوش جانت کنی. پیامبر گرامی میگه شما خداتان طهارت زیبا کنین، خداتان زیبا کنین. من تطهر فی بیته، یعنی بسیار از بدبویی ها خودتان دور کنین. باید آدمی مؤمن و مسلمان وقتی که با یکدیگر زیارت میکنیم، از بدن ما و شما بوی عرق بدن، بوی چرک لباس، حتی شما عبارای مختصر را ببینید و فی ثیاب البذلتی، حتی عبارای مختصر میگه اگر لباس میگه اگر چرکین باشد، ببینید لباس چرکین باشد، در این گونه لباس چرکین نماز خواندن مکروه است. ثم مضى الى بیت من بیوت الله، بعد از آنه که من خوش رو طهارت کردم، خوشبویی ها را در بدن و مالیدم، بعد از آن چیکار کردم؟ ثم مشى الى بیت من بیوت الله، بعد از آن اراده میکنم که فلان مسجد میرم و نماز ما همجا با جماعت میخوانم. پیامبر گرامی چی میگه؟ كانت خطواته احداها تحط خطیئه. برادر عزیز، از همین خانه برآمدم و با اهل عیالم گفتم خیر پناهتون به خدا، من مسجد رفته ایستادم. همین یکم قدمی که پیامبر میگه گذاشتی به خاطر مسجد، به خاطر نماز با جماعت، تحط خطیئه، چند سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال خطا کردی، پروردگار قدم اول ده همش نابود میکند. برادر عزیز، یکم قدم ده که به خاطر که من مسجد میروم، به خاطر که میروم نماز با جماعت میخونم، قدم اول ده پروردگار خطاها را مغفرت میکند. و الاخرى، حالی ببینید، ترفع درجه، قدم دوم مقام تو را در جنت بلند میکنه پروردگار. و قدمای تو چقدر حسنات است. و نکتب ما قدموا آثارهم، سوره یاسین هم میخوانیم، خداوند میگه در هر قدم تو ما ثواب مینویسیم، در هر قدم تو. حتی دوستای خدا را حکایت میکنن که اگر به مسجد آمدنشون 100 قدم باشد، چنان قدماشون میده میکردن که 200 قدمش میکردن، به خاطر که در هر قدم او پروردگار برای او ثواب مینویسد. انا این گونه محبت دادرای عزیز ما باید داشته باشید. ما کوشش ما به سوی نمازهای با جماعت باشد. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثهای مبارکش خیلی فراوان است: صلات الجماعت خیر من صلات الفرد ب27 درجه. یک نماز با جماعت خوان، حاضر نماز خفتن هم میخوانین، جماعت خطی میخوانین، پیامبر گفت از 27 نمازی که تو نماز خفتن میخوانی و بدون جماعت میباشد، این فضلش بالاتر است. اگر در یک روز شما 5 وقت نماز با جماعت خوانین و 27 ضرب کنین، 135 نماز خداوند ثوابش برای شما میتید. 135 نماز کجا؟ 5 وقت نماز کجا؟ به خصوص آن گزیده 2 صحرا، صوفی علیار در کتابش میگه، به خصوص آن گزیده 2 صحرا، خاتم انبیا حبیب خدا، وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگ نماز. وقتی که از پا ماند حضرت، دیگر قوتی به مسجد آمدن نبود، گوشش در میگه یکی اذان رسید، گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول محبودی، از ضعیفی به عرض می سودی. با چنین مهنت و مشقت و درد، به جماعت ادای طاعت کرد. شما ببینید در حالتهای خیلی سنگین حتی حضرت میگه نماز با جماعت خواندن. از همه شما پروردگار مهربان خواهش میکنم که و التماس و تضرع ایشان بنده همین است که خداوند ما را
در دلهای ما محبت نماز